تا 10 روز 10 تا ایده برای چاشت مدرسه بچه ها. روز سوم کوکی مدادی. این کوکی انقدر خوشمزه و آسون درست میشه، تازه خمیرش هم میتونی تا 3 ماه توی فریزر نگه داری، هر وقت خواستی در بیاری و کوکی تازه درست کنی. کره نرم رو به همراه شکر سفید و شکر قهوه‌ای 4-5 دقیقه با دور تند همزن میزنی تا کرمی بشه. بعد بهش تخم مرغ‌ها و وانیل رو اضافه میکنی، 1-2 دقیقه دیگه هم میزنی. در آخرم آرد سفید و بیکینگ پودر رو، شکلات چیپسی رو اضافه میکنی. یه کوچولو در حد 1 دقیقه خمیر تو ورز میدی تا منسجم بشه. در نهایت خمیر رو به ضخامت 1 الی 1.5 سانت پهن میکنی و 2 ساعت داخل فریزر بهش استراحت میدی تا کاملا سفت بشه. بعد از اینکه کاملا سفت شد به ابعاد دلخواه اندازه گیری میکنی و برش میزنی. مستطیلای کوچولویی که درست کردم طولشون 10 سانت بود، عرضشون 1.5 سانت. قشنگ همه رو برش میزنی، فرو از قبل میذاری داغ شه، با فاصله توی سینی فرد میچینی و به مدت 15 دقیقه توی فر 170 درجه‌ای که از قبل داغ شده میپزی. بعدی که از داخل فر در اومد بهشون دست نمیزنی تا کاملا خنک بشن و بعد با شکلات تلخ ذوب شده تزیینشون میکنی. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگر از اکسپلور دارید این ویدیو رو میبینید، حتما پیجمون رو فالو کنید، لایک و سیوش هم یادتون نره. حتما ایده های قبلی رو ببین، منتظر ایده های بعدی هم باش که قراره کلی آیتم جذاب یادت بدم. انقدر این کوکی ها خوشمزه میشن، با شیر ترکیبشون بی نهایت عالی میشه. ببین فقط چقدر جذاب شد.